امام باقر علیه السلام میفرمایند هر سال هنگام موسم حج اون دو جائر پیمان شکن، یعنی اولی و دومی ملعون و ظالم رو لعنت الله علیهما، اینا رو جنازه هاشون رو تر و تازه بیرون میکشند، از قبر بیرون میارند و در محل رمی جمرات میبندند. هر سال موسم حج، بله، به چوبه دار آویزون میکنند تا اون امام اون زمان تشریف بیاره و اونها رو رمی جمره کن. و حضرت فرمود فقط امام اون زمان میتونه اینا رو ببینه، احدی دیگه نمیبینه، ولی ما به اعتماد و اتکاء به ولایتشون این کارو میکنیم. فلذا حضرت راوی گفت آقا دیدم 5 تا سنگ زدی بهشون، علتش چی بود؟ حضرت فرمودن اون 2 تا سنگ اول مال اولی ظالم بود، اون 3 تا سنگ دوم مال دومی بود، سریگی که من زدم مال اون دومی بود، چون کفرش بیشتر بود، اظهار دشمنیش در حق ما اهل بیت شدیدتر بود، اگرچه اولی وحشتناکتر و تلختر و خبیثتر. این عین عبارتی بود که در روایت آمده، من تحت لفظی معنا کرد. یعنی آقا اصلا یک اس و اساسیه که تمام این حجی که تو انجام دادی گیر همین چند تا ریگه. اهمیتش از کجاست؟ تو براءت.